تماس هستند در توجیری که 13 تن کتاب‌های قرآن را از افغانستان به تاجیکستان وارد کردن می‌خواست اجازه کمیته دین را نداشته است. این بود شرح کمیته دین عنعنه و جشن و مراسم‌های تاجیکستان. همه گونه ادبیات دینی فرق ندارد و ادبیات پیروان کدام دین هستند پیش از وارد گردیدن به حدود جمهوری باید از تشخیص دین شناسی گذرانده شود و همین حالتی که شما ذکر کردید این بنابر قبل از وارد کردن یعنی مراجعه نکردن آنها برای گذراندن از تشخیص دینی است. از تشخیص دینی است و تا جایی که ما معلومات داریم با کمیته هم برای گذراندن این تشخیص دین شناسی مراجعه نشده بود در این مسئله. بنابر سبب اینکه چون این ترتیب رو رعایت نکردن گمرک البته ادبیات‌های مذکور رو بازپس گردانده است. کتاب‌های قرآن را اولی امسال یک صاحبکار می‌خواست به تاجیکستان وارد کند. مقامات این کتاب‌ها را برای تشخیص مصادره و بعداً به افغانستان بازپس فرستادند. نام و نسب صاحبکاری که می‌خواست این کتاب‌ها را به تاجیکستان وارد کند آشکار نمی‌شود و معلوم نیست که او قبل از آوردن کتاب قرآن به مقامات مراجعت کرده بود یا نه. چاپ ادبیات دینی در داخل کشور شرایط هست و خود همین سال گذشته ما چند بار مثلا حتی چاپ نوبتی قرآن رو هم براه مانده بودیم و هر تشکیلات دینی که میخواهد ادبیاتش در داخل تاجیکستان چاپ شود طبق ترتیب اگر با کمیته مراجعه کنند ما در دایره وکالت هامون به اونها چی میدیم اجازت میدهیم. مقامات کمیته دین خبر دادند که در نیم ساله سال جاری در داخل کشور 12,000 نسخه کتاب قرآن نشر شده است. همچنین به گفته آنها پیروان دین مسیحی برای نشر 5,000 نسخه کتاب بیبلیا درخواست کردند. طبق آمار رسمی بیش از 90% اهالی تاجیکستان مسلمانند و کتاب قرآن برای آنها مقدس حساب می شود. ساکنان بعضا وقت از کمچین شدن این کتاب در دکان‌های کتاب فروشی مذهبی شکایت می کنند.